ترکیب پرویا شامپورم بیا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام بینندگان عزیز. عابد تبریزی هستم، کوچیک همتون با یه تیم خفن دوباره مهمون نگاه نازنینتونیم با یه بازی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که همیشه دلتون پر از امید و آرامش باشه. خدمت نگاه نازنینتون شرفیاب شدیم با یه بازی خیلی هیجان انگیز با یه تیم خیلی خفن. قرار قوقا بپا کنیم. حالا چطوری؟ یه بازیه که یه رول دستمال کاغذی این بره، سر دستمال لیوانهای لب به لب پر از آب قرار داره که ما قرار اینو پل بدیم جمع کنیم بیاد سمت ما. حالا قرار بازی تیمی باشه. یعنی چی؟ یعنی من اگه اینجا دارم این رول رو جمع میکنم، مرتضی اونجا بهم بگه که آروم یا نه. من حالا با مرتضی توی تیمم. خب هر کسی بتونه اولین نفر لیوانو به نزدیکترین نقطه‌ای که وایساده برسونه برنده است و کسی که بازنده میشه حکم قرار روش اجرا بشه. آقا مهدی خیلی مخلصم، آقا سالار عزیز، آقا مسعود، آقا مرتضی، آقا مهدی، آقا ایمان نازنین در کنار ما هستن. این بازی رو می‌خوایم مشاهده کنیم. برنده ماییم. بگو ما یا میبازیم یا برنده ماییم. حامد هم هستم من هیچ وقت نمیبازیم یا میبریم کجا آقا پایین؟ پپسی یا بازی رو به هم می‌زنیم. کجا آقا؟ ما وسط آقا تیما به این صورته که من با مرتضی توی تیمم، آقا مهدی و سالار توی تیمم، آقا مهدی امینی و آقا مسعود اقوامی با ایمان کوچولو توی تیمن. ستایی چون ما ضعیف نیستیم. نه آقا گفتیم که شما چون قوی هستین ضعیفم با شما بندازیم که دیگه ایمان چون. خب آقا بریم واسه داشتن بازی یه خراب. تا چه حدی میره؟ اینو مثلا من اینو اینطوری اینو میکشم اینجا جمعش کنم. پس یه جلوتر نمیره. آره تمرکز حرف اول. آقا از شما هیچ نمیخواد وایسه. چرا سوالات؟ با تشویق من شما نمیشه که بیاد. نه اصلا یه دستی بزنید. خب یه دستی بگیرید. جا میشه من آقا مهدی رفتم. آقا مهدی تصمیم بگیر. حامد ماشاءالله آقا مهدی. برو آروم. ماشاءالله حامد. یواش یواش کیس شد. مهدی امینیه. حامد بیا دارم میبرم. خوشمتی ما. برو برو آقا امیر برو ماشاءالله تمرکز. جا بابا ماشاءالله داشت. سالار ما عالی عالی باید عالی سالار ما برو من دیگه ماشاءالله حامد برو. او حساب نیست میکشی بچه. آقا اون که میکشی و جمع میکنی حساب نیست که. چه سوالی داره؟ آقا بریم واسه تیم بعدی. من اصلا استرس داشتم موقعی که گفت سالار با تو. به خدا. شاید من جلو چشم فلفل اومد. کاکتوس باید بخورم. آقا لیوانا رو پر کنیم. یه آنتراک بدیم به بیننده‌های عزیز. لیوانا رو پر کنیم. یارای ما بیان روی صحنه. مرسی. خب یارا عوض شده. نفرات دوم هر تیمی پشت جایگاه قرار گرفته و میخوان دستمال رو بکشن. ما برنده ایم. افتخار آقا مهدی تبریزی. هر چقدر دستم محکم کرده اون کاری که گریب نمیشه حلش کرد. داشت هر چقدر دستم محکم کرده اون کاری که گریب نمیشه. آقا مهدی برو. نکن هر چقدر دستم محکم کرده اون کاری که گریب نمیشه حلش کرد. ما دوم شدیم. من دقیقا چرا دوم؟ من پاره شد دیگه. پاره شد.
دستمال پاره بود. من انگار آب نیسان بودم تو مسابقه رالی چپ کردم ولی به نقطه پایان رسیدم. برای چی اون کارو کردی حضرت؟ این خیلی لب به لب شد آقا. بابا زارت اول بسم الله کشیدی. یه چیزی فیس شده بود کشتم بودم. نمی‌بازیم که حالا میری فینال دیگه. این چیه؟ چه فینال؟ ما یه دست بردیم شما یه دست بردین. آمد دو دست برد. آمد هلند دو دست بردن. چرا باختیم؟ وقتی دیگه منم بابا مساوی میشیم با. مساوی چیه؟ Ama pahalı şu değil. Ama pahalı şu değil. Susmaz gönlümün yeri. ما یه بار Ama pahalı şu. دستمال دستمال تا آخر Arkadaş baba ince his bu ders. خیز باشه تا آخر اومد. Ama ortada to bayası. اینجا پاره بود. علی اینجا مرتضی اصلا دستش پاره بود رو اینجا. مرتضی آخرش هست. آقا یه بار آقا مهدی اینا دوم شدن دو بار دوم شدن من این سری اول میگه. این سری اول شده من علی یه برای زور نیستش که به تعادل و قوانینه. آقا قوانین گل میخوره. با خودمونه آقا یه بار ما اول شدیم یه بار آخر شدیم یه بار آقا مسعودینا دوم شدن یه بار هم اول شدن یه بار مهدینا آخر شدن یه بار دوم شدن الان پرتغال فروش بر این اساس آقای مهدی تبریزی و سالار آخر میشن حکم باید میشن برو سالار از اتاق بیا میری برای اجرای حکم بازی دستمال کاغذی رو انجام دادیم که بازنده سالار و مهدی تبریزی بودن اومدیم برای اجرای حکم و یک ترکیب خاصی داریم که ببخشید یک ترکیب خاصی یک عدد تخم مرغ واقعا بزرگ میشی جون انشاءالله بله ببخشید فلفل کاملا تند که سری قبلی یادتون باشه بچه‌ها اینو خوردن واقعا هنوز نیومدن. شب به اگه مشکل به قبلی یادتون باشه بچه‌ها فلفل دانمارکی ترکیب پر روی داشتم میگشتم پیدا کنم بازم چی بگم اول بازی نگفتیم مثلا یک مقدار دوغ گرم. خیلی اون الان ایمان چیه؟ خیلی ترکیب پر رویه ببینین این واسه این چی خوبه؟ واسه هیچ این واسه این چی. خوبه. نه این واسه این خوبه که وقتی میرین ویلا همچین کار رو بکنین تعداد نفراتی که میخوان جوج بخورن کمتر میشه. دیگه تا شب یه مسمومن دیگه. این شامپورم بیا. دو تا کرانچی لطفا. من یه لحظه اون کافه میرید از این نیا میذارن یه دونه البته همش بزنم همش آقا. بزن. نه من باید دستم بزنم نه بیا. نقشه رو توه نشده اون نیست نشده اینه نه اوکی راستشه بذار بتونی همین قشنگتره اگه فکر می‌کنیم ما دروغ داریم این حالت به هم خوردگی دروغه بدونی که واقعا بوی خیلی بدی داره شنده شه. به این بگی بکنه بینیش آقا کدوم یکی از شما می‌خواین حکم سالار بابا یه تیم ما آقا جلوی تصویر صحبت کن بفرمایید این برای شماست حکم بازی این بودش که آقا چرا میگیرید آقا با خشونت یک ضرب یک ضرب حکم بازی این بودش که آقا احمد گفتن شما میری دستتو تا 15 ثانیه به اون در میزنی برمیگه اگه زیر 15 ثانیه رسیدی که نمیخوری اگه 16 ثانیه شد میخوری آقا الان حیف تا 5 اینو می‌خوریم یک. 1 2 3 شما می‌خواید بخوری شما علالو علالو گفت من به چیز مهدی گفت من فوبیای تخم مرغ خام دارم مهدی آمد یه تا دیگه نمیخوای جوجه بخوری پیش ما؟ چون اینو بخوری دیگه نمیتونی جوجه بخوری. من تا یه هفته من تصمیم آخر بگیر مهدی جان آقا تبریزی. آخر من بکشم بالا. صدا رو بذارم وسط فیلم برداره اشاره میکنه صدا ها بگو اون سری هم گفتم بگو صحبت کن الان صدا رو بذارید بگو دیگه چرا نمیگی مهدی جان فیلم اخراجی ها رو دیدی میخواد یارو بره اون چیز میمو چیز کنه میگه نه تو نرو بیا تو نرو من لذت میخوای بخوری کم در میبینی من تو سلام یه جمله سوسماستی بگم یا میخورم یا گشنه میمونم Susmaz gönlümün yarası. Çık gel anla. آمد بخور
من بهش شاقامتی اگه اجازه ده من بخورم. نه آقا سریع میخوره بچه من نمیتونم مجازات داداشامو ببینم از کار خارج میشم. آقا مهدی بخور خراب میشه. رفیق من سنگ صبور غم ها قیافش هم چنده شافه. ببخشید من حالم به پدرم من میتونم بیام گردن بگیرم پدر. آقا مهدی خوردنی نیم رخ بخوری که دیده بشه. پدرم من میتونم بیام جات بخورم. شما میتونی اون ور وایسی؟ من حالا بخور زیاد شد آقا برو والا سمت سینک برو باشه. سم سینگ باش. 3 آقا 2 1 برو بالا دیگه برو 3 2 They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. سر تو بردم یک کلموش بسیار بزرگ که دردی نه 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 کلموش میریم کلموش میریم بگیر بابا بگیر میده بازی بریم آقا آقا 3 2 گوش بیا بیا انگوش آقا تبریک ببینم باشه بابا یه وایس بیا جلو انگوش 3 میخوای من به جات بزنم؟ میخوای من بزنم به جات؟ طبیعیه یکی هم موشای تکوه دست هیچی نشد موشای انگشتش مرسی که تا این لحظه ما رو تحمل کردیم. فدای نگاه نازنینتون بشم. سابسکرایب لایک کامنت یادتون نره. نظرات شما انگیزه و انرژی بهمون میده. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکنن. پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند بلبل شوقم هوای نغم خوانی می کند